صادر کرده است دیده اید. مدافع راستین حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق مردان، حقوق جوانان و حقوق اقوام و طوایف این کشور. عزیزی که توجه به کارشناسی علمی دارد، حکومتی مسئول را میخواهد ایجاد بکند، نه اینکه دستگاه‌های نظارت و پرسشگر را به نفع سلایق شخصی حذف و لغو کند. عزیزی که آزادی را توأم با عدالت میخواهد، زنان و مردان عزیز، اصفهانی های عزیز، شما در همه عرصه‌ها پیشتاز بوده اید. بیایید در انتخابات 22 خرداد هم در ایران نقش پیشتازی خود را نشان دهید. شما وارث 23,000 شهید بزرگواری هستید که برای عزت ایران، تمامیت ارضی، عظمت انقلاب، جان عزیز خود را تقدیم پیشگاه خدا و ملت کردند. بیایید در 22 خرداد همت شهید همت را داشته باشید. بیایید در 22 خرداد اخلاص شهید خرازی را به کار بندید و بیایید سخت کوشی و صداقت شهید کاظمی را به کار ببرید. بیایید به یاد زهرای اطهر که در آستانه تولد اوییم و به یاد همه شهیدان و به یاد عظمت‌های ملت ایران و برای پیشرفت کشور، برای نجات کشور از مهلکه‌ای که در آن گرفتار شده است، 22 بهمن همه با هم با عزمی که شایسته مردم اصفهان و مردم ایران است بیاییم و بار دیگر بگوییم که حضور مردم باطل و سحر است. بگوییم که علی رغم کارشکنی ها، علی رغم اراده هایی که میخواهند اقلیت حاکم باشد و جریانی که ما نمیپسندیم روی کار باشد، بگوییم با حضور مردم میتوان این موانع را پشت سر گذاشت. این 22 بهمن، این شما، این صندوق های رای و این نام میر حسین موسوی. افتخار میکنم که در جمع شما هستم به عنوان یک ارادتمند. به دعوت شما و به دعوت پیر فرزانمان حضرت آیت الله طاهری که از سرمایه های انقلابات توانستند در جمع شما حاضر بشوند و به پیشگاه شما عرض ادب کنم. خدایا به همه مقربان درگاهت ایران را از همه ضررها محفوظ بدار. خدایا دلهای ما را به نور ایمان روشن کن. خدایا عزمهای ما را استوار کن تا برای تحقق اندیشه‌های ما و آرمان‌های انقلاب و برای اعتلاع کشور، آزادی کشور